درود. حالتون چطوره؟ خوبی؟ آقا امروز اومدیم یه دستگاه بهتون معرفی کنیم، یه بار مصرف 15,000 تا کام با یه قابلیت خیلی جذاب و یه قیمت فوق العاده عالی در دو طعم گیلاس نوشابه و توت فرنگی، خربزه، ملون، حالا هر چیزی که شما برداشت میکنید از ملون. داخل کارتونش یه چیز جالب دیگه هم داشتش، از این کارتا بودش. حالا نمیدونم اسمش چیه، کارت پوکمن بهش میگن، کارت نمیدونم، چون من یه جا دیدم یکی اینا رو جمع میکرد و میگو قیمتاش توی یه سری سایت خیلی قیمت خاصیه، مثلا شانسی شاید از $1 تا $100 قیمت بدن. حالا کاری نداریم، منظورم که اینم داشتش. شکل ظاهری دستگاه، دریچه تنظیم هوا و شارژر تایپ سی، 15,000 تا پا. و اما چیز جالبی که گفتم شما هم ببینید، بریم اینو تست کنیم. شارژر وایرلس، این دستگاه با شارژر وایرلس هم شارژ میشه. خیلی جالب بود. قیمت و مشخصات داخل کپشن. روز خوبی داشته باشید.